سلام، اومدم پیشتون با قسمت دوم چلکیس، ادامه داستان جک قاتل. در قسمت قبلی با هم دیگه دو مورد از اولین قتل‌های جک قاتل رو در لندن بررسی کردیم و در این قسمت به ادامه این پرونده میپردازیم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید. حتما ما رو با لایک و سابسکرایب حمایت کنید اگه دوست داشتید تا ادامه این ویدیوها رو ببینید و این سری ویدیوها ادامه داشته باشه. حتما حمایتمون کنید. ممنون از شما. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. همزمان با طلوع خورشید روز 8 سپتامبر مردی به نام جان ریچاردسون به سمت محل کارش در حال حرکت بود. 1 به ساعت 5 مرد یک توقف کوتاه در شماره 29 خیابان هامبری داشت. از ورودی گذشت و از در پشتی که آخر راهرو بود خارج شد. ریچاردسون روی پله‌های حیاط پشتی نشست و با چاقو شروع به تمیز کردن چکمه خودش کرد. وقتی کارش تموم شد ساختمون رو ترک کرد و در جلو رو پشت سرش بست. تقریباً 1 ساعت بعد یکی از ساکنین طبقه سوم ساختمون به نام جان دیویس از پله پایین اومد و وارد راهرو شد. این بار در جلو کاملا باز اما در پشتی بسته بود. وقتی دیویس در رو باز کرد جنازه زنی رو پیدا کرد که غرق در خون بود. در ساعت 5:55 صبح جنازه به پشت افتاده بود و دقیقاً جلوی پله پشتی بود. بازرس جوزف چندلر اولین افسری بود که در محل قتل حاضر شد در ساعت 6:10 صبح. بعد از بازرسی کوتاهی 1 نفر رو دنبال پزشک فرستاد و دکتر جورج فیلیپس ساعت 6:30 به محل رسید و زن رو به صورت وحشتناکی سلاخی شده پیدا کرد. گلوی زن برش‌های عمیقی داشت. شکم کاملا باز و روده ها از بدن خارج شده و روی شانه های جنازه گذاشته شده بود. سپس جنازه به سردخانه منتقل شد. همزمان بازرس چندلر و دکتر فیلیپس حیاط پشتی ساختمان رو بررسی می‌کردند. بیشتر چیزهایی که پیدا کردن متعلق به ساکنین ساختمان بود، اما درست جلوی محلی که پای زن قرار داشت 1 قطعه از لباس و 2 شانه سر پیدا کردند. به نظر می‌آمد که وسایل به قربانی تعلق داشته باشه، اما دکتر فیلیپس معتقد بود که وسایل توسط قاتل به این شکل گذاشته شده. کالبد شکافی نشون داد که 2 حلقه فلزی به زور از دست چپ قربانی خارج شده. این 2 حلقه هیچ جا پیدا نشدن. بخش‌هایی از شکم قربانی هم گم شده بود که رحم مقتول هم شامل می‌شد. دکتر فیلیپس معتقد بود مدلی که این بخش‌ها از بدن جدا شده نشان دهنده دانش آناتومیکی است. به این موضوع کاملا در تحقیق بعدی هم اشاره شد. زخم‌ها توسط کسی که دانش و مهارت قابل توجهی در آناتومی داشته ایجاد شده و روی بدن قربانی هیچ برش بیفایده‌ای وجود نداشت. محض اطلاع هیچ قصابی که با حیوانات سر کار داره نمیتونه از پس این جراحی بر بیاد. باید کسی بوده که به اتاق کالبد شکافی عادت کرده باشه. قربانی سریع شناسایی شد. یعنی چپمن. تاریخ تولد چپمن دقیق نیست، اما در زمان مرگ به سختی 47 سال سن داشته. اون حداقل 7 بچه داشته ولی متاسفانه فقط 2 تا از اونها زنده موندن. آخرین آدرسش اقامتگاه عمومی در شماره 35 خیابون دورست. در شب قتل چپمن از محل اقامتش به دلیل کمبود پول برای پرداخت اجاره بیرون شد. اون توسط نگهبان شب به بیرون محل هدایت شد. در ساعت 1:50 صبح نگهبان دید که اون در خیابان نزدیک اونجا ناپدید شد. چه اتفاقاتی برای چپمن در چند ساعت بعدی افتاد؟ کسی اطلاعی نداره. اما برخلاف 2 کیس قبلی در این کیس ممکنه یک شاهد قاتل رو هرچند به صورت مبهم دیده باشه. در ساعت 5:30 صبح 8 سپتامبر زنی به اسم الیزابت لانگ زن و مردی رو در حال گفتگو بیرون شماره 29 خیابون هامبری دید. لانگ معتقد بود اون زنی که دیده انی چپمن بوده، اما مرد پشت به لانگ ایستاده بود، بنابراین اون صورتش رو ندید. لانگ به هر طریقی قسمتی از مکالمه‌شون رو شنیده بود. مرد پرسیده بود will you؟ یعنی انجامش میدی؟ و زن پاسخ داده بود yes.
آخرین پیچیدگی کیس چپمن زمان مرگ مقتوله. طبق گفته دکتر فیلیپس زمانی که او در ساعت 6:30 بر سر جنازه رسید، چپمن حداقل 2 ساعت قبل به قتل رسیده بود، یعنی تقریبا ساعت 4:30 صبح. طبق گفته لانگ اون 1 ساعت بعد، یعنی ساعت 5:30 صبح چپمن رو زنده دیده. و اما شهادت جان ریچاردسون پسر یکی از ساکنین ساختمون بود و ساعت 4:45 چکاپ روتین خودش رو از در زیرزمین انجام میداد. بعد روی پله‌های حیاط پشتی نشست و چکمه‌اش رو پاک کرد. با اینکه فاصله چند سانتیمتری از محل قتل داشت، جنازه‌ای ندید. وضعیت تایملاین از این هم پیچیده‌تر میشه. یک شهادت از آلبرت کدوش هست. تقریبا ساعت 5:20 کدوش وقتی صداهایی از نزدیکی شنید به حیاط پشتی رفت. صداها به سختی قابل شنیدن بود و کدوش فقط تونست کلمه نو رو بشنوه. چند دقیقه بعد شنید که انگار چیزی مقابل نرده‌های چوبی بین دو حیاط روی زمین افتاد. هیچ راهی نیست که بشه گره‌های این تار در هم تنیده تناقض‌ها رو باز کرد. اما دکتر فیلیپس اشاره کرد که ممکنه در محاسبه زمان مرگ دچار اشتباه شده باشه و سرما و خون زیادی که از مقتول رفته روی نظر اون که بیشترش بر اساس دمای جسد هست تأثیر گذاشته. بنابراین برفرض که دکتر فیلیپس اشتباه کرده و شواهد جدید که از شاهدین به دست اومده، زمان مرگ چپمن 5:30 صبح تعیین میشه. پس در اون زمان نور طلوع آفتاب دید خوبی رو از مکان قتل به ساکنین ساختمون میداده. بعضی از اونها حتی با پنجره‌های باز میخوابیدن. با این حال قاتل جوری مدیریت کرده که جلب توجه نکنه و حتی وقت برای چیدن وسایل قربانی هم داشته باشه. همینطور که آمار قربانی ها بالا می رفت، جامعه دچار ترس و نگرانی شد. اونها نه تنها نگران قاتل بودن، بلکه از بیکفایتی پلیس و اسکاتلند یارد هم شکایت داشتن. در همون دوران 4 قتل با شلیک گلوله اتفاق افتاد و پلیس لندن بدون هیچ سرنخی از حل کردن این پرونده ها باز موند. نیویورک تایمز در 9 سپتامبر در گزارشی عنوان کرد پلیس لندن و کارآگاهانش احتمالاً در کل دنیا احمق‌ترین هستند و این موضوع بیش از پیش در وقایع 30 سپتامبر آشکار شد. در 29 سپتامبر یک جلسه روتین روز شنبه در کلاب اجتماعی در شماره 40 خیابان برنر برگزار می‌شد. وقتی جلسه به نزدیکی نیمه شب رسید، همه به جز چند نفر به خونه هاشون برگشتن. کسایی که موندن مشغول نوشیدن و صحبت بودن. ساعت 30 بعد از بامداد روز 30 سپتامبر جوزف لیو بیرون رفت تا یکم هوای تازه بخوره. اون تقریبا 10 دقیقه در کوچه کناری بود. چند لحظه بعد از اینکه لیو به داخل برگشت، موریس ایگل از همون ورودی کوچه کناری برای داخل شدن استفاده کرد. اون هم عضوی از کلاب بود. هیچ کدوم از اونها چیز غیر طبیعی متوجه نشدن. 20 دقیقه بعد صدای یک اسب و کالسکه در خیابون شنیده میشد. راننده لوئیس دیم شولز پیشکار کلاب بود. وقتی به داخل کوچه وارد شد، اسب به سمت چپ حرکت کرد. وقتی به سمت راست نگاه کرد، فکر کرد که چیزی در تاریکی میبینه. از کالسکه پایین اومد و کبریتی روشن کرد. در اون زمان بود که زنی رو خوابیده پهلو کنار دیوار پیدا کرد. بدون اینکه بدون اون زن مرده یا فقط مسته، سریع به داخل رفت تا از سلامت همسرش مطمئن بشه. بعد از اطمینان از سلامت اون به بقیه اعضا خبر داد و جمعیت سریع بیرون کلاب جمع شده. گلوی زن کاملا بریده شده بود و خون تا پایین کوچه در جریان بود. همه پراکنده شدن تا بتونن پلیسی رو پیدا کنن. اما اون طرف شهر، کمتر از 1 کیلومتری غرب، یک واقعه دیگه در حال کشف شدن بود. در ساعت 1:30 بامداد همون صبح، بازرس ادوارد واتکینز در فضای آزادی به نام محوطه مایتر در حال گشت زنی بود. در گشت خود تقریباً هر 30 دقیقه به این محوطه میرسید، اما در همین زمان تا بازرس دوباره به اون محوطه برگرده، محوطه مایتر
تبدیل به محل جنایت شده بود. بازرس اذعان داشت که دفعه بعد ساعت 1:44 بود که به اون محل رسیدم. به سمت راست چرخیدم و جنازه زنی رو خوابیده پشت دیدم گلوش پاره شده، روده‌هاش بیرون زده و معده‌اش هم دریده شده بود. زن روی استخری از خون افتاده بود. دکتر جورج سکویرا و دکتر فردریک براون به سرعت به محل حادثه رسیدن. اونها زخم‌های وحشتناکی رو روی صورت، گلو و شکم زن پیدا کردن. دکتر فردریک براون میگه روده‌ها بیرون تا روی شونه راست زن کشیده شده بود. قسمتی از گوش راستش هم قطع شده بود و بعد از بررسی‌ها تعیین شد که زن دقایقی قبل از پیدا شدن جنازش به قتل رسیده. برگردیم به خیابون برنر. دکتر بلکول و دکتر فیلیپس به محل رسیدند. این زن هم دقایق قبل از پیدا شدن جسدش به قتل رسیده بود، اما برخلاف قربانی‌های قبلی این زن فقط برش‌هایی در گلو داشت. هیچ نشانی از برش در شکم یا چیز دیگه‌ای نبود که این قتل رو به بقیه مرتبط کنه. اما قتل در خیابون برنر و محوطه مایتر 900 متر و تقریباً 45 دقیقه با هم تفاوت داشتند. احتمالاً وقتی دیم شولز وارد کوچه شده مزاحم قاتل شده و مجبور شده برای پنهان شدن به آخر کوچه بره و از زمانی که دیم شولز به کلاب وارد شده قاتل زمان رو برای فرار مناسب دیده. از اونجا 15 دقیقه تا محوطه مایتر راه بود. زمان مناسبی برای پیدا کردن یک قربانی دیگه وجود داشت. اما باید تاکید کرد که اینها فقط حدس و گمان محضه. هیچ مدرکی نیست که این دو قتل رو به هم مرتبط کنه. مقتول خیابون برنر شناسایی شد. الیزابت استراید 44 ساله، یک مهاجر سوئدی که 2 دهه در لندن ساکن بود و بعد از مرگ همسرش از راه رسبیگری زندگیش رو میگذروند. آخرین آدرسش یک اقامتگاه عمومی در خیابون فلاور و دین بود. اون در شب مرگش توسط چند شاهد دیده شده. اولی اون همراه یک مرد که پوشش رسمی و شیکی داشت در حدود ساعت 23 شب دیده شده. دوم ساعت 23:45 در حال صحبت با مردی با پوشش معقول و بعد فقط کمی قبل از قتل توسط افسر ویلیام اسمیت همراه یک مرد دیده شد. مرد یک بسته که با روزنامه کاده شده بود در دست و همچنین ظاهر موجهی داشت. مشخص نیست که این توصیف‌ها همه در مورد یک نفر بوده باشه یا استراید چندین مراجع در اون شب داشته. اون سمت در محله مایتر گروه عظیمی از بازرس‌ها بالای صحنه جمع شده بودن. همه توسط حس کنجکاویشون برای دیدن جسد اونجا بودن. گزارش کالباچکافی مشخص کرد که قاتل چند ارگان را از بدن خارج کرده، شامل رحم و کلیه چپ. طبق گفته دکتر براون این کار نیازمند دانش کافی از اعضای بدن هست، مثل یک قصاب. زنی که در مایتر به قتل رسید به عنوان کاترین ادوز 46 ساله شناسایی شد. او 5 فرزند داشت، اما بعد فرار از شوهر سوءاستفاده‌گرش از خانواده‌اش جدا شد. در اقامتگاه عمومی در شماره 55 فلاور و دین زندگی میکرد. در شب قتل ادوز در حال مشروب خوردن بود و در ساعت 8:30 شب کاملا مست شده بود و دراز کشیده و پیاده رو توسط مردم پیدا شد. جمعیت توجه چند افسر رو جلب کرد و ادوز رو تا نزدیکترین اداره پلیس اسکورت کردند. اون تا ساعت 1 صبح در سلول بازداشت بود. بعد از آزادی از بازداشتگاه ادوز توسط گروهی از مردان در محوطه مایتر دیده شد. فقط یکی از 3 شاهد، جوزف لاوند، به اون زوج توجه درستی کرد. مرد به عنوان ملوانی همراه با دستمال قرمز دور گردن توصیف شد. با اینکه لاوند زن رو کاترین ادوز شناسایی کرد، اما صورتش رو ندید. طبق شهادت لاوند، اون زوج تقریبا ساعت 1:35 حدود 10 دقیقه قبل از پیدا شدن جسد در حال گفتگو دیده شدن. چیزی که در مورد این کیس خیلی تراژیک و ناراحت کننده است اینه که قاتل چقدر نزدیک به گیر افتادن بوده.
اول از همه تنها خونه شخصی در اون منطقه متعلق به یک پلیس و خانواده‌اش بوده. اونها دقیقاً در طبقه بالای ساختمان که دید کاملی از پنجره به محل قتل داشت خوابیده بودن. دوم اینکه یک نگهبان شب و پلیس بازنشسته در حال تمیز کردن انباری بود و میتونه صدای پای گشت افسرها رو و دیگر صداهای اون منطقه رو بشنوه، اما در زمان قتل هیچ چیزی نشنید. و در آخر بازرس جیمز هاروی تقریبا ساعت 1:40 به سمت محوطه مایتر رفت و با اینکه میتونست دید خوبی از محل قتل داشته باشه چیز مشکوکی ندید. آیا قاتل فقط چند قدم اون طرفتر داخل سایه ها پنهان شده بود؟ یا اینکه یکی از شاهدها یا حتی بیشترشون توی گفتن زمان درست اشتباه کرده بودن؟ قاتل سریعا فرار کرده بود، اما این کار را بدون اینکه ردی به جا بذاره انجام نداد. کمی قبل از ساعت 3 صبح یک تکه لباس خون‌آلود نزدیک ساختمانی چند بلوک اون طرفتر پیدا شد و ثابت شد که قسمتی از لباسی که اوودز به تن داشت بوده. روی دیوار کنار این تکه لباس یک نفر پیامی نوشته بود: The Jewish are the man that will not blame for nothing. تا امروز معنا و نویسنده این پیام کشف نشده. آیا توسط قاتل نوشته شده؟ آیا میخواسته ظن و گمانها رو به سمت جامعه یهودی ها ببره یا نه حتی از اونها دور کنه؟ آیا کاملا بی ربط به قتل بوده؟